سایلی محمدنظرова با امید دریافت خبر درباره فرزندش هر روز به در زندان می آید. نمیمونه دیدنی دچکای ما را قبول نمیکنه. ما نمیدونیم که بعد همین جنگ شدگی فرزند ما در چی حالته. این مادر میگوید پس از مراجعت‌های زیاد به مقامات معین کرد که فرزندش زنده است، اما میخواهد با چشم خود او را ببیند و سوالهای زیاد دارد. حکومت شهری دوشنبه رفتم، خیلی دخترها مکتوب کردن به وزارت چرا سرایست اجرای جزای جنایتی را به جنرال عمرف منصور. عمرف منصور جواب مکتوب مرا چی کرد؟ انا مکتوب اینا نشون دادم در همینجا آمدم میگن نچلنک دینا برآمد میگه که فرزند نغز سوزه. فرزند در نسبت فرزند اگر نغز باشه سوز باشه برای چی درسی چیه؟ درون محکمه. و مثل این مادر در زندان شهری وحدت همه روزه ده ها نفر برای فهمیدن تقدیر ناروشن پیوندانشان می آیند. برخی آنها با مامورین زندان دعوا می کنند. вообще نمیبردارن. отказ میکنن، تولی چی میکنن؟ یگان سوال چیم، یگان کس جواب داده میتونه در سوال ما. با کی را سوال چیم؟ کی سونده زکا میبروره، زکا چی میکنن؟ نفران دیگر از آن اظهار نگرانی میکنند که بعدی آشوب دستاویز آنها را که قبلا برای پیوندان محبوسشان می آوردند قبول نمی کنند. چی باید 401 باشه قبول نمیکنه؟ برای چی؟ یک کس دیگران ادویت میتونن برای ویا جوابگره نه؟ در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شد. بیخبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدان آنها بعد آشوب باعث نگرانی حامیان حقوق بشر هم شده است. ولی مقامات میگویند تا انجام تفتیشات دیداربینی محبوسان با نزدیکانشان ناممکن است.